نمودار سازمانی چیست؟ نمودار سازمانی به صورت بصری ساختار داخلی یک شرکت را با جزئیات نقش‌ها، مسئولیت‌ها و روابط بین افراد در یک سازمان نشان می‌دهد. این کار یکی از راه‌های تجسم یک بوروکراسی است. به نمودارهای سازمانی، چارت‌های سازمان یا نمودارهای سازمانی نیز گفته می‌شود. انواع نمودارهای سازمانی چه میباشد؟ نمودار سازمانی سلسله مراتبی، نمودار سازمانی مسطح، نمودار سازمانی ماتریسی و نمودار سازمانی تقسیم بندی شده. مزایای استفاده از یک نمودار سازمانی چه می باشد؟ تجسم روابط گزارش‌دهی، مدیریت رشد و تغییر، مشاهده جایگاه همه افراد و بهبود ارتباطات. محدودیت‌های استفاده از یک چارت سازمانی چیست؟ می تواند به سرعت قدیمی شود. فقط روابط رسمی را نشان می دهد. سبک مدیریت را نشان نمی دهد و به روز رسانی می تواند بسیار دشوار باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه نمودار سازمانی به مقاله ما در سایت شریف استراتژی مراجعه فرمایید.